سلام بچه ها، با آموزش یه مدل دیگه سرپاک در خدمتتونم. خب برای شروع کار دو تا نخ نیاز دارین. ببینید 2 تا نخ با 2 تا سوزن. خب من الان از پشت کار نخم رد میکنم به این صورت، اینجوری. خب بعد حالا به اینجا که اومدیم بالاش به صورت آری به این طرف یک کوک بزنید، اینجوری. هرچی نختون رو بیشتر آری یا کج کنید این سرپاکتون خوشگل تر میشه. خب الان میرسیم به اینجا، اینجوری. نخ دیگر. خب نخ دیگر از اینجا در میاریم و به این صورت از روی نخ سبز رد میکنیم، اینجوری. دوباره از اینجا در میاریم و به یک کوک میزنیم، اینجوری به صورت آریب. دوباره از پشتش در میاریم و اینجوری کنار این میذاریم. حالا با نخ سبز که اینجا راه کردیم یک کوک میزنیم اینجا، دوباره از پشتش اینجا به صورت آریب کنار این. هر چی که نختون اینجا کوچکتر بگیرین، یعنی ضخامتش اینجا کمتر باشه، خوشگل تر میشه سرپاکتون. یک کوک دیگه میزنید، ببینید به این صورت. حالا میارین اینجا و دوباره با نخ رنگی دیگه تون از روی این رد میکنید. حالا اینجوری هم پایینش خوشگل در میاد هم بالاش. حالا دوباره به همون صورت یک کوک دیگه میزنید. اینجا کم کم داره سرپاک شکل میگیره، نگاه کنید. حالا با نخ سبز. خب اونایی که لباساشون رنگیه چند تا نخ دارن و سوزن اونجوری میکنن. اینجوری شد. الان دوباره کنارش به همین صورت دیگه همینجوری ادامه بدین. دوباره با نخ رنگ دیگه‌مون از روش رد میکنیم. بعد این سرپاک یعنی خیلی سرپاک سفت و محکمیه، به این راحتی ها کنده نمیشه. تا وقتی لباستون جون داشته باشه این سرپاک هم هست، خیلی محکمه. به همین صورت اینجوری. دوباره با نخ رنگی از روی نخ سبز رد میکنی، میاری از پشتش از کنار این نخ و اینجا کنار میذاری. دوباره همین حرکت رو تکرار میکنی. یه خورده شما آریب بگیریم، ببینید به این صورت میشه. دوباره تکرار کنید. اینجوری شد. انشالله که یاد گرفته باشین، چون همیشه میگین که سرپاک از اول بذار سرپاک بذار. اینم خدمت شما. دوست دارم که حمایت کنید، بعد استوری کنید و اینجوری شد. خیلی شیک و قشنگ.